سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. به کانال من خیلی خوش اومدین. توی این ویدیو میخوام برای 3 بیمار مختلف رگگیری با آنژیوکت رو انجام بدم. برای انجام رگگیری نیاز داریم به گارو، پد الکلی، آنژیوکت که تو سایز و رنگ‌های مختلف وجود داره و همچنین چسب. برای بیمار اول میخوام آمپول ویتامین B کمپلکس رو به صورت انفوزیون براش تزریق کنم. من تو کانالم قبلا ویدئوی مربوط به روش شکستن انواع آمپول شیشه‌ای ها رو قرار دادم. قبل از اینکه ست سرم رو به سرم وصل کنید، حتما سر سرم رو با پد الکلی ضد عفونی کنید. کاور اسپایک ست سرم رو برمی‌داریم و اسپایک رو به صورت دورانی وارد سر سرم می‌کنیم. بعد از ریختن دارو داخل سرم، هواگیری سرم رو انجام میدم. برای انجام رگگیری گارو رو 7 تا 10 سانتی متر بالاتر از محلی که میخوایم رگگیری رو انجام بدیم میبندیم. برای اینکه رگ مریضمون مشخص تر بشه، از مریض میخوایم مشت کنه و چند بار مشتش رو باز و بسته کنه و در آخر انگشت شستش رو داخل مشتش بگیره. محل رگگیری رو با پد الکلی به صورت دورانی از مرکز به بیرون ضد عفونی میکنیم. بعد از باز کردن آنژیوکت، بالهای آنژیوکتمون رو باز میکنیم و چند بار نیدل رو بیرون میکشیم تا از شلی و سفتیش مطمئن بشیم. آنژیوکت رو به آرامی وارد میکنیم. وقتی که خون رو انتهای نیدل آنژیوکت دیدیم، کمی نیدل رو بیرون میکشیم و باقی مانده آنژیوکت رو به درون رگ بیمار هدایت میکنیم. گارو رو باز میکنیم و آنژیوکت رو با چسب فیکس میکنیم. رگگیری از نفر دوم. وظیفه نیدل اینه که در زمان ورود آنژیوکت به پوست رگ رو سوراخ کنه. شما به محض اینکه با آنژیوکت وارد رگ شدید و خون رو انتهای نیدل آنژیوکت دیدید، اینجا باید نیدل رو کمی بیرون بکشید تا نوک تیز نیدل رگ رو پاره نکنه. و اما سومین رگگیری. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. ویدیو رو لایک کنید و برای دوستانتون و کسانی که احساس میکنید به این ویدیوی آموزشی نیاز دارن ارسال کنید و کانال یوتیوبی منو سابسکرایب کنید. امیدوارم که همیشه سالم و تندرست باشید.